کنفرانس علمی و ادبی که بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آغاز سال خانش نوی 2020-21 که این سال در مملکت از 17 اوگوست شروع می‌گردد در باغ مرکزی ناحیه شهرنو برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارخانه و تشکیلات، جماعت و دهات، دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی، آموزگاران، کتابداران کتابخانه و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی فعالانه شرکت داشتند. نخست مدیر معارف ناحیه شهرنو مشرفه شریپова با معروضه‌های پرمحتوای خویش درباره دستاوردهای دوران استقلالیت در سمت معارف برآمد نمود. قید کرده شد که در 29 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرنو سمت معارف به بسیار کامیابی‌ها نائل گشته است. از جمله ساخته به استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی نو و زمانوی، صنفخانه‌های ایلاوگی، میدانچه‌های ورزشی نزد مؤسسه‌های تعلیمی، اشتراک محصلین مؤسسه‌های تعلیمی در المپیادهای داخلی و بیرون از جمهوری، سال تا سال شماره زیاد گشتن دانشجویان به مؤسسه‌های عالی کسبی جمهوری تاجیکستان میباشد. همچنین در این کنفرانس علمی ادبی دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی، آموزگاران، کتابداران کتابخانه و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی برآمد نمودند به مقامات محل و حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری‌های همه‌جانبه در سمت معارف اظهار منتداری نمودند. محض ما جوانان سخنهای اساسگذاری صلح و وحدت معظم ملت، پیشوای ملت تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ما جوانان یک تکان جدی می باشد که ما هر یک سخن پیشوای معظم ملت را همیشه استفاده می بریم و ما معارفچیان همیشه سعی کوشش میکنیم که نسل نورس را در تربیت وطن دوستی انسانگرایی یعنی که تربیت نموده برای وطن عزیز یعنی که تاجیکستان صاحب استقلال کادرهای بلند اختصاص و دارای معلومات عالی را یعنی که باز هم زیادتر نموده برای ارزش‌گذاری به وطن عزیزمون تاجیکستان سهم خویش را گذاشتن یعنی که یک قدم زیاد یعنی که گذاشته ایستاده‌ایم. باید گفت که در ناحیه شهرنو امروز 53 مؤسسه تعلیمی بودند، از آن 37 مؤسسه تعلیمی میانه عمومی، 11 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 5 مؤسسه تحصیلات ابتدایی می باشد. همه این مؤسسه‌ها برای آغاز سال خانش نوی 2020 و 2021 پورا آماده گردیده، مسئولین برای مهیا نمودن امکانات‌های زمانوی تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند. در چاره‌بینی از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، شعبه معارف و جماعت‌های دهات به گیرندگان استیپند رئیس ناحیه، پرزیدنتی، اشتراکچیان المپیادهای داخلی و بیرون از جمهوری، خوانندگان فعال و به آموزگاران جوان سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. در آخر نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو در سخنرانی قید نمودند که هر یک آموزگاران و خوانندگان را میباید بر عوض اینقدر غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان محض تلاش‌های به‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت معارف سطح تعلیم و تربیت را درست به راه مانده خوانندگان را بر راه وطن دوستی و وطن پرستی هدایت نمایند.